90% مشتریایی که میاد پیش من واسه قبل سفر ماشیناشون رو کنترل میکنن، میخوان برن کشورهای اروپا مثل آلمان، فرانسه، نروژ، هر جایی که فکر بکنی میرن و وقتی میاد ماشین رو کنترل میکنن این چیز مهم اصلا نمیدونن. بعضیشون اصلا میگه مگه اینم تاریخ داره، مگه اینم مهمه که باید نگاه بکنیم؟ آره بچه‌ها خیلی مهمه. میگین اون چیه که بریم بهتون نشون بدم. بله بچه‌ها، اگه دور لاستیک رو کلا نگاه بکنی شما یه شماره 4 رقمی میبینی که به این صورت نوشته شده و حروف اول یعنی کلمات اول 31 یعنی هفته 31 رو میگن، یعنی همون ماه یولی میشه، هفته آخر یولی. 23 یعنی همون سال 2023 رو میگن، یعنی اگر اینطوری حساب بگیرین لاستیکای من 1 سال قدیمیه. یعنی لاستیکایی که بیشترین عمر رو میکنه بچه 4 تا 5 ساله، بیشتر از اون بره کیفیت داخلیش از بین میره و احتمال داره هر موقع لاستیک بترکه. یعنی چرا که شما دارین مسیر طولانی میری میگین آج من خیلی خوبه، ماشینتون 5 سال گذشته، یعنی لاستیک 5 سال عمرش کرده، میگین آج من خوبه چرا عوض بکنم؟ بچه به اون آجی